اعتراض به داوری داستانی تمام نشدنیه که هر از چندگاهی شاهد اون هستیم که متاسفانه در بعضی اوقات کار به ضرب و شتم داور هم منجر میشه، اتفاقی که واقعا ناراحت کننده است و با روح ورزش هم در تضاده. داستانی که باز هم در فوتبال تکرار شد و این بار در یکی از لیگ‌های استانی. همونطور که تصویر رو مشاهده می‌فرمایید، داور به این صورت مورد ضرب و شتم یکی از بازیکنان یکی از تیم‌ها قرار میگیره و داره خودش رو فراری میده از این مهلکه. برای بررسی هرچه بیشتر این اتفاق گفتگو میکنم با اسماعیل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. آقای حسن‌زاده سلام میکنم خدمت شما، خیلی متشکرم که با ما ارتباط برقرار کردید. واقعا ما تا چه زمانی باید شاهد چنین صحنه‌های زشتی در فوتبالمون باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم جناب آقای اسدیان خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان خوب این بخش خبری ورزشی. عرض کنم که خب این صحنه ها چیزای خوبی در فوتبال نیست و متاسفانه هجمه علیه داوری و یا حتی ضرب و جرح در زمین بازی در واقع اونجوری که صحنه ها نشون میدن همیشه برای ما مایه تاسف است. ولی خب با توجه به ظرفیت جدید آیین‌نامه انضباطی که برخورد شدید با اینجور موارد رو پیش بینی کرده، امیدوارم این مسابقه همونجوری که توضیح دادید در صلاحیت کمیته انضباطی استان مربوطه‌اش هست. یعنی اگر این مسابقه کشوری بود ما رسیدگی می‌کردیم که قطعا همکارای بنده با اینجور موارد خیلی شدید برخورد می‌کنن، ولی اگر استانی هم باشه که همونجوری که فرمودید، من خواهشم از همکارانمون در کمیته انضباطی استان مربوط این هست که به دقت این موضوع رو بررسی بکنن و برخورد شایسته انجام بدن که انشالله از تکرارش جلوگیری بشه. یه ذره بازتر صحبت کنیم. فکر می‌کنید این احکام جدیدی که شما می‌فرمایید واقعا توانایی این داره که جلوگیری کنه از این اتفاق‌ها؟ من فکر می‌کنم محرومیت حالا کوتاه مدت، جریمه مالی و حتی سلب میزبانی نتونسته تا الان کمک کنه. خب با توجه به اینکه در بخشی از این موارد تنبیهات شخصی هست، یعنی افرادی که در صحنه حضور دارن به راحتی قابل شناسایی هستند. اگر از اعضای تیم‌های حاضر در مسابقه، اهم از بازیکن یا کادر فنی یا همراهانی که تحت عنوان مقامات رسمی هستند، اگر اینها باشن که مشخصاً تنبیهات بسیار شدیدی و کم کمش محرومیت‌های چند جلسه‌ای خواهد بود. حتی به چند ماه هم این قضیه در آیین‌نامه انضباطی اجازه داده که چند ماه محرومیت هم بذاریم، با توجه به اینکه آرایی که در همین یکی دو ماه گذشته برای یکی دو موردی که داور رو زده بودن ما تصمیم گرفتیم همکاران محرومیت‌های چند ماهه رو لحاظ کردن. از این جهت دارم عرض می‌کنم که اگر جنبه شخصی رو لحاظ کنیم، کسی که ضارب داور باشه کم کم باید چند ماه دور باشه، ولی اون موردی که می‌فرمایید مثلا محرومیت تماشاگر، اون جایی هست که واقعا عده‌ای از تماشاگران که قابل شناسایی نیستن ولی خب منتسب به یکی از دو تیم میهمان میزبان هستن، اونجا این مقدار کار سخت‌تره. ولی در مواردی که از اعضای حاضر در زمین باشه دست ما باز هست. امیدوارم همکارانمون ان شاءالله دقت بکنن که حداقل رأی خوبی صادر بشه. خیلی متشکرم آقای حسن‌زاده، رئیس محترم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال.